یکی از چیزهای دیگه‌ای که توی این دانشگاه موسیقی که من میرفتم خیلی چندشاور بود، واقعا چندشاور، اون قسمت حراست دانشگاه بود که یه سری زنای بوگندوی بی سواد واقعا وای میستادن دم در و هر دفعه که تو میخواستی وارد دانشگاه بشی تو باید از فیلتر اینا رد میشدی. ما که از یک خانواده غیر مذهبی هستیم تو ایران، یعنی از یه خانواده با اصل و نسبدار میتونم بگم هستیم از ایران، تو همیشه سعی میکنی با اون چیزی که اون دولت اسلامی به تو میگه همیشه سعی میکنی بجنگی، چون اصلا میگی اصلا به تو چه، تو اصلا اجازه نداری به من بگی. و یه همچین روحیه ربلیانی، مبارزی تو هست وقتی که سیستم خانواده تو با سیستم دولت اسلامی متفاوته. خب من اینو خیلی داشتم، یعنی مثلا خب همیشه من لباسایی میپوشیدم که خب درد سرساز میشد برای من. چند بار منو گرفتن توی ون کردن، ازم امضا گرفتن، بردن، یه شب مثلا نگه داشتن. همه این داستانا رو خب من داشتم. توی دانشگاهم خب به ما میگفتن مقنعه فلان بپوش. من همیشه یا مقنعه‌ام باز بود یا مقنعه‌ام گشاد بود یا کوتاه بود. به هر حال یادم یه روزی یه کلاسی داشتیم صبح زود و از این درسای مزخرف فکر کنم موسیقی از نظر اسلام هم بود و من یادمه که اگه اون دیگه انقدر غیبت خورده بودم، اگه اون جلسه رو نمیرفتم اون واحدو میافتادم و اصلا اون ترمو میافتادم. اما بدو رسیدم دانشگاه و خب این زنه گفتش که نه نمیتونی وارد شی، تو مقنعت کج کوتاه نمیدونم چیه. من گفتم ببین من الان کلاسم از دست میدم. گفت نه اصلا تو نمیتونی وارد دانشگاه بشی. گفت برو مقنعه بخر، برو مقنعه پیدا کن. بعد مثلا یعنی خونمو میخورد، ولی میدونی اونجا اون قدرت داره و تو هیچ کاری نمیتونی بکنی و درد داستان همینه. و من هیچ یادم نمیره من توی خیابون انقلاب بود، خیابون ولیعصر بود، بالا پایین میکردم که فقط یه مقنعه بخرم و فکر کنم یه جوری پیدا کردم یه مقنعه خریدم و خب به هر حال رفتم سر کلاسم. ولی این چیزی بود که یعنی جزو چیزاییه که آدم یادش نمیره. من اولین بار که به هند سفر کردم از طریق یکی از شاگردای ماگوس باش آشنا شدم. مادر بزرگی که یکی از بچهای کور آکادمیا معلم یوگا بود و یکی از شاگرداشو به من معرفی کرد. این آقا شاگرد قدیمی ماگوس بود توی ایران و به من یه سری داده از هند داد و شماره تماس ماگوس رو گفت اگه مشکلی برات پیش اومد فقط با این آدم تماس بگیر، این آدم ازت نمیدزده، چون ریپت نمیکنه، این آدم تنها کسیه که من بهش اعتماد دارم. و خب اولین باری که ماگوس رو دیدم همون موقع یکی از کارهای موقع به من نشون داد و تو همون چند ساعتی که پیش هم بودیم این کار رو با هم نوت نویسی کردیم و قرار شد من برای پیانو زئی تنظیمش کنم. و میدونی دوتا موزیسین وقتی به هم میرسن اصلا دیگه حرف اضافه ای نیست، یه جور کار شروع میشه و من چون اصلا دنبال این میرفتم که فقط یه ایده‌ای پیدا کنم برای اینکه یه چیز نوئی رو بسازم. و خب ماگوس هم فوق العاده آدم خلاقیه و ما اونجا اصلا هدفمون با هم یکی شد و فکر کنم تو از همون هند دوتا اجرا داشتیم با هم. بعد من اونجا با بلک متال آشنا شدم و برای من دقیقاً اون فضایی بود که احساس میکردم آخیش بالاخره توی خونه خودمم، میدونی احساس هوم، یه همچین حسی داشتم توی بلک متال. اینکه تو غمگینی، سکوت یا ساکتی یا خشمگینی، اینا خیلی چیزای طبیعیه و خب من خیلی آدم اینجوری بودم و هیچکس نمیاد به تو بگه عزیزم چرا ناراحتی، مثلا بخند بابا، ول کن، بیا خوش باش، چرا اخمات تو همچی چیزی ما نداریم. توی بلک متال خیلی طبیعیه که تو وارد یه جمع میشی و همه توی فاز خودشونن، کسی اصلا با کسی شوخی نداره، یعنی یه چیز شناخته شده است. و من فکر کردم اصلا این جاییه که من میتونم شخم بزنم برم جلو، جایی که اصلا از پایه قاموس ساختار شکن داره، اکستریم، غیر عادیه و برعکس چیزی که آدمای کند ذهن میبینن به نظر من بوی زندگی میده. و اینکه اصلا یه فضاییه که دری نداره تو با کله بخوری توش، هر چیزی توش امکان پذیره و نظمم از توی دل کیاس و اون آشوب میاد بیرون و من عاشق اون فضای کیاسم. تو اگه کیاس نداشته باشی اصلا نمیتونی آزادی رو تجربه کنی. اگه همه چیز رو بخوای بچینی هیچ وقت نمیتونی آزادی رو تجربه کنی و اون آزادی توی فقط آشوب به دست میاد و بعد میتونی از تو دل اون حال آشوب اون نظم بدی و بچینی. خب این سیستم ساختار شکن توی تاریخ هنر هم چیز عجیب و غریبی نیست. ما توی سیستم هنر تصویری داریم، داویسم داریم، جکسون پولاک رو داریم، حالا توی موسیقی کلاسیک ما سریالیسم داریم که شونبرگ یک
موزیسین کلاسیک اتریشی بود که اومد و یه ساختار آتونال رو در مقابل سامانه تونال و هارمونی مرسوم بنا کرد. همه قوانین رو عوض کرد. و خب خیلی طبیعیه که هیچ کس لزوما نمیره موسیقی سریالیسم رو گوش کنه و حال کنه، چون اصلا هدف از هنر ساختار شکن اینه که ذهن جامد تو جایی نداره. مثلا اون کسی که اون کار ساختار شکن رو میکنه اصلا برای کسی این کار رو نمیکنه. اگه تو ذهنش تماشاچی باشه که اصلا هیچ وقت نمیتونه کار بسازه، همیشه خودش رو توی قالبی قرار میده. اون کسی که الگو رو میشکنه اصلا دنبال آزادی شخصیه. این ایده آزادیه که به نظر من مهمه و اینه که تو تاریخ باید تکرار بشه و زنده بمونه. تو آدما رو ول کنی میخوام برم بچسبن به یه چیزی که یکی دیگه ساخته، یه جای امن استاندارد بچسبن و مثل زالو از یه الگو تغذیه کنن و آخرش هم باد به قبقب بندازن بگن ما موفق شدیم چون یه سری زالوی دیگه برای ما هورا کشیدن. ولی اون کسی که الگو رو اولین بار میشکنه اونه که از ترس عبور کرده، با همه ذهنای جامد جنگیده. چون واقعا ببین ما تو جامعه ایران میبینیم چیز آسونی نیست وقتی یه ذهنی بسته شده و یه کسی میاد کار نوعی میکنه، اصلا میخوان بدرنش و میخوان بکشنش در این حد. و اون کسی که الگوی شکسته، اون کسی که درد کشیده، رنج کشیده تا یه سبکی رو خلق کنه. حالا من اگه برم دوباره اون سبک رو دقیقاً تکرار کنم که اصلا نفهمیدم مفهوم اکستریمیزم چیه، مثلا مرزای اون آدم رو دوباره تکرار کردم، پس مرز من کجاست؟ اگه مرز من تا همون حده که مثلا اصلا من کیم؟ پس خب توی بلک متال هم همینه. من از این فضای بلک متال در واقع استفاده میکنم، برای من یه ابزاره که مرزهای ذهنی و جسمی خودم رو بس بدم و یه چیز جدید توش خلق بکنم. خب کاری که من با نشمه کردم، ماگوس توی موق و دارکسترا کرده، اصرار به آوردن سازهایی که توی اجراهای زنده بلک متال تابو هستن و تو فقط فوش میخوری. ولی خب این جایی که ما داریم یه چیزی رو تمرین میکنیم و اگر کسی اینو فهمید، آزادی رو فهمیده و شجاعت رو فهمیده. من همیشه یه جمله‌ای دارم میگم We fight lifetime to enjoy moments of freedom. یعنی تمام زندگی تو میجنگی برای اون آزادی، برای اون لحظه های آزادی. یعنی اون لحظه های آزادی، اون لحظه های خیلی کوتاهیه. اینجوری نیست که تو تمام زندگی آزاده باشی، اصلا همچی چیزی امکان پذیر نیست. تو همش باید خودت آموزش بدی و تو اون تمرین آزادی باشی تا اون لحظه های آزادی رو تجربه کنی. و من خیلی قدردان هستم البته وقتی یه کسی تشویق یا آفرینی به من میگه، ولی خب خیلی بیشتر ذوق میکنم اگه کسی بیاد از تجربه آزادی و شجاعت خودش به من بگه. و اون لحظه که دوتا آدم لحظه های قدرتشون رو با هم شیر میکنن، اصلا یه اورگازم یا اکستاسی ذهنیه به نظر من. مثالی که میتونم بزنم نشمه Under the Black Sun 2019 بعد از اجرای آقای فنلاندی اومد دم مرچ، ما ایستاده بودیم و گفت من پیغام شما رو گرفتم، من شما رو میفهمم. ما رو بغل کرد. حالا یا آقایی بود تمام بدنش تتو و هیکلی. اینو میگم به خاطر اینکه خب تو معمولا انتظار نداری که همچین آدمی احساساتش رو بیاد و منتقل بکنه و گفت من فریدم فایترم، جنگجوی آزادی. خب اینا تک سربازایی هستن که تو سطح‌های خیلی تخصصی آموزش دیدن و برای مأموریت‌های خاص هر جا بر اساس باورشون حقی داره پایمال میشه میرن برای آزادی میجنگن. به هیچ سیستمی هم وابسته نیستن. اسلحه و تجهیزات، خرج سفر، همه چی از جیب خودشونه. خب اینم با هزینه خودش رفته بود کنار کردا بر علیه داعش جنگیده بود. ما کلی اونجا در مورد کثیف بودن دین اسلام حرف زدیم و فاجعه سیستماتیکی که تو دنیای امروز به بار آورده. میریم 2024 وقتی با دارکسترا توی فستیوال تورکو ساتاناله فنلاند ما زدیم. این آقا از شهرشون که خب فاصله زیادی هم داشت تا تورک اومده بود که ما رو ببینه. قبل اجرا به من گفت ببین من یه تیکه از جمجمه یه داعشی رو که با دست خودم کشتم و خورد کردم و ازش گردنبند درست کردم که میخوام تو اون رو توی اجرا بندازی گردنت. حتی میگم واقعا نفسم بند میاد که این آدم واقعا مبارز واقعیه و این آدم آزاده واقعیه. گفت میخوام اینو بندازی گردنت، این گردنبند نماد آزادیه و میخوام تو توی صحنه ازش قدرت بگیری و از قدرت خودت بهش بدی، چون ما برای یه چیز میجنگیم. خب ما اون شب با دارکسترا هدلاینر بودیم. من شب قبلش نخوابیده بودم و خیلی خسته بودم. توی اجرا هر بار که به نقطه صفر میرسیدم این گردنبند رو تو گردنم فشار میدادم و پیغام تونی همین آقا دوباره برام زنده میشد و فریاد بعدی رو قوی تر میزدم. نشمه 2013 تشکیل شد و در واقع از دل موق بیرون اومده نشمه، چون من کارهای موق اوایل برای آکاردون تنظیم میکردم و کم کم احساس کردم یه پروژه جدیدی باید تعریف بشه که آکاردون محور باشه، چون صدای آکاردون از نظر من بسیار دارک یا تار، همون کلمه ایرانی خودمون و تاریکه، خیلی ملانکولیه
البته فولکلور هم هست. خب البته من خیلی به موسیقی کولی‌های بالکان، همون بلخا یا بلخان خودمون علاقه دارم که ریشه تو موسیقی فولکلور خودمون داره و تو این سال‌ها خیلی تم‌هایی رو طراحی کرده بودم که لهجه موسیقی بالکان، آذری، محلی داشت با ساختار مینیمال کلاسیک و تونال. خب 2018 هم یه آلبوم پیانو سولو از یه سری از این تما منتشر کردم به اسم سرمن. ولی خب خیلی از این تما تو ذهنم این تما رو دیپرسیو بلک متال یا فولک بلک متال میشنیدم و میخواستم با وجود تمام چالش‌هایی که وجود داره که ساز آکوستیک آکوردئون رو کنار گیتار الکتریک و درام بچینی و صدادهی درستی ازشون در بیاری، من میخواستم این چالش رو انجام بدم و این کار رو انجام بدم. خب با ماگوس خیلی سعی و خطا کردیم، میکروفونای مینیاتوری، پیکاپ‌های مختلف، پدالای عجیب و غریب دستساز، چون یه کاری هم بود که کسی نکرده بود و سیستم مخصوص این ساز برای این چیدمان اصلا وجود نداشت و کسایی هم که آکاردئون رو تو بندهای فولک متال استفاده می‌کردن سازشون یا الکتریک بود یا میدی و صرفا نمایشی بودن. خب من خیلی از این بندهای بزرگ رو از نزدیک می‌دیدم و باهاشون گپ می‌زدم و سازشون رو بررسی می‌کردم و گفتم تو دلم میگفتم ببخشید ولی تو که اصلا تقلب می‌کنی، اصلا چیزی نمی‌زنی. به هر حال در نهایت ما راهی رو پیدا کردیم و نشمه میتونم بگم اولین بند بلک متالی بود که آکاردئون توش لید بود، لید هست و ساز اصلیه. موسیقی نشمه خیلی ساده است و در این حال خیلی اکسپرسیو، یعنی بیان خیلی قوی احساسی داره به خاطر شخصیت ساز آکاردئون. خیلی ریتمای رقصای محلی داره، خیلی بزمیه و در این حال خیلی سوگوارانه است، خیلی سوگ داره، خیلی سوز داره. این همیشه ما داریم اینو بعد اجرای نشمه معمولا اتفاق میفته که آدما، مرد و زن هم ندارن ولی خب واقعیت اینه که بیشتر مردا میان جلو و میگن این موسیقی ما رو منقلب کرد، اشک تو چشمون جمع شد یا چه میدونم مو به تنمون سیخ شد. برای من دقیقاً اون چیزیه که تو فضای بلک متال خیلی خیلی کمه، اون جادوی زنانه توی موسیقی که ساده است ولی چنان عمیقه که روحتو پاره میکنه، یعنی انرژی تو تکون میده ولی نه اون انرژی مردانه تو که خود محوره و رقابتیه، بلکه اون انرژی زنانه تو که بیرحمانه شعور یا شعر که از همون شعور میاد یا درک و دریافت تو از هستی بیدار میکنه. من راجب زن و مردم حرف نمیزنم، راجب اون انرژی زنانه مردانه میگم که فکر کنم البته ماگوس به اندازه کافی تو برنامه شاتانا راجبش حرف زده و نمیتونم بگم چند تا بند کوچیک و بزرگ رو نزدیک دیدم واقعا، چون ما هم تو فستیوالا کار میکردیم و همین که واقعا ما اجرا زیاد داشتیم به خاطر پروژه‌های رنگارنگی که داریم، از فستیوالای بزرگ بگیر تا دخمه‌هایی که بوی شاش میدن تو کل دنیا من چرخیدم، ولی بندایی که این کارو باهات بکنن و اینکه واقعا مو به تنت سیخ کنن شاید از انگشتای دست من شاید کمترن توی سین بلک متال. و به نظر من زنا اتفاقا این کارو خیلی میتونن طبیعی انجام بدن توی بلک متال مخصوصا، چون انرژی توشون غالبه، ولی زنا خیلی خیلی کمن توی این فضا و اونایی هم که هستن به نه همشون البته ولی بیشترشون میخوان توی الگوی مردانه رقابت کنن چون اون غالبه و قدرت داره. به هر حال به نظر من این قدرت زنانه تو بلک متال خیلی روش کم کار شده و با بزرگ شدن رقابت و میدونی که بلک متال خیلی داره به سمت کامرشیالیسم داره میره و خیلی داره تجاری میشه و متاسفانه هر چقدر که بزرگتر میشه، یعنی هر چقدر کامرشیال تر میشه، زنایی که واردش میشن که خیلی کمن بیشتر میرن به سمتی که الگوی مردانه رو تقلید بکنن، چون شاید فکر میکنم وقتی نیست برای اینکه خودشون رو دوباره بیان از اول تجربه کنن. و خب من خیلی خوشحالم که اصلا موسیقی ما اصلا تجارتی توش نیست و ما نمیخوایم رقابت بکنیم و این من فرصت رو پیدا دارم میکنم که یعنی اون جادوی زنانه رو باز دوباره اشاره میکنم توی موسیقی نه فقط نشمه، توی همه پروژه‌هایی که داریم تجربه بکنم. برمیگردیم به یک جمله مزخرف زن با مرد برابر است که من شدیداً باهاش مخالفم. زنها میخوان هر کاری مردا میکنن رو تکرار کنن که بگن ما چیزی کم نداریم، در صورتی که زن با مرد برابر نیست. قدرت زن و جوری که زندگی رو درک میکنه و روش ابرازش خیلی خیلی متفاوته و شاید بحث مقایسه نیست ولی توی روش ابراز احساسات زن خیلی قوی تره، چون درکش از دنیا از لحاظ احساسی خیلی قوی تره و این چیزیه که اتفاقا تو بلک متال خیلی تمرکز روشه، یعنی درکی که تو از دنیا داری و سیستمی که تو میتونی ویران کنی و از نو بسازی. زن زاینده است و همه این چیزا خب یه چیزیه که به نظر من قابلیت‌های زنه که متاسفانه خیلی روش کار نمی‌کنن و این از ضعف
یک زنه که میخواد با مرد برابر باشه. به نظر من نه از تواناییشه. پروژه‌ای که ماگوس داشت، وقتی با ماگوس آشنا شدم، تمام پروژه‌ای که داشت من توش اکتیو شدم و خب بیتن ویکتوریوسز یا فاتحان مغلوب یه پروژه DSBM ایرانی را بلک متاله که با اینکه سبکش غربی تره ولی خب خیلی ما تلاشمون اینه که توش اصالت ایرانی رو حفظ بکنیم و ترانه‌های ایرانی هم توش استفاده بکنیم. و من اینجا یه پرانتزی باز کنم، خیلی میبینم حالا نمیدونم تو برنامه‌های شما یا تو کامنت ها یا بین گفتگویی که بین بچه‌ها میشه که این بحث وجود داره که بیاین صحبت کنیم ببینیم آیا زبان ایرانی رو میتونیم تو بلک متال بگنجونیم یا نه. و من واقعا وقتی اینو میشنوم کهیر میزنم. یعنی آیا قانونی وجود داره؟ یک، و شما، حالا من تو آلمان زندگی میکنم، تو وقتی بچهای آلمانی رو میبینی، بندای آلمانی رو میبینی، از شمال تا جنوب باواریا، غرب تا شرق، همه میان با لهجه‌های مختلف این زبان آلمانی رو میچپونن تو بلک متال و لزوما نقالی که نمیکنن تمام ترانه رو بگن. مخصوصا توی لایوا در واقع کیورداست که اون پیام رو منتقل میکنه و اون تکون رو به مخاطبت میده. هیچ کس هم من تا حالا ندیدم که بیاد بگه مثلا زبان چه میگم، اون کسی که حالا از دهات آلمان اومده رو مسخره بکنه، بگه این اصلا نشست روی این موسیقی که تو زدی. به هر حال بگذاریم. یعنی منظورم اینه که ما تو ایران خیلی مته به خشخاش میذاریم روی چیزایی که اصلا لزومی نداره، به جای اینکه روی قدرت خودمون تمرکز بکنیم روی جزئیات. توی پاورقیم تو هر کاری میتونی بکنی، هر کاری، فقط باید بخوای اون کارو بکنی. بارتا متال اوپنر، شهر بارت یه در واقع شهر خیلی کوچیک، شهر که نمیتونم بگم، یک مثلا دهاتیه توی آلمان و ما اونجا یه فستیوال بلک متالی هست به اسم بارتا متال اوپنر. ما اونجا اجرا داشتیم و یه خانم برهنه‌ای رو به صلیب کشیده بودیم با آرایش مردگان یا همون کورپس پینت و این فستیوال بلک متال از طرف شهرداری شهر بارت حمایت مالی میشه. شهر هم خب یه شهر سنتی مسیحیه. البته کسی میدونی با موسیقی بلک متال کاری نداره تا وقتی که کسی اصلا نفهمه کی چی میگه. اینطوریه که اوکی دیگه، یه سری آدم ناراحت میان داد و بیداد میکنن، ما هم پولمون رو در میاریم. ولی به محض اینکه تو بخوای یه چیزی به تصویر بکشی، اونجا ممکنه یه ذره چون تصویر خیلی قدرت داره دیگه. موسیقی یه جوریه میتونی بگی نه بابا این منظورش یه چیز دیگه بود، ولی یا اصلا نفهمی یارو چی میگه، ولی وقتی یه چیز تصویر میکشی دیگه شوخی نداری. ما با این خانومو که به صلیب کشیده بودیم خوششون نیامد، این کسایی که برگزار کننده این فستیوال بودن، و بعد کنسرت هم سر و صداهایی بلند شد و روزنامه شهر یه گزارش زده ما نوشت و بعد اون کنسرت صفحه فیسبوک فاتحان مغلوب به طور کلی اصلا رفت رو هوا. و خب ما با برگزار کننده های اون فستیوال دوست بودیم، بعضی سالا کارم میکردیم، ولی بعد این داستان کلا ما من شدیم از فستیوال. ما رو خیلی درد سرساز میدونستن. این داستان سر مغ هم بود، سر ضد اسلام بودنش. خب اونا خیلی محافظه کار بودن. از جای به بعد روابط ما قطع شد. پاگانلند، سارمونگ، اینا از تو دل هم دیگن در واقع. یه گروه هنری موسیقی تحقیقاتیه. من اصلا نمیتونم توی دسته ژانر خاصی بگنجونمش، ولی اساسش بر پایه آکوستیک بلک متاله یا آکوستیک بلک متال. از سازهای آنتیک استفاده میکنه که احیا کردن و جون دادن به این سازهای کهنه خودش یه پروژه‌ای که ماگوس همه کاراشو میکنه. با نوازنده و هنرمندای نمایشی از خیلی کشورها با ژانرهای متفاوت همکاری داره. از ژانر نویز بگید، حالا گروهای نمایشی رو تو خودت توی برنامه قبلیت نشون دادی، گروهای ساسپنشن هستن، خیلی گروهای مختلفی، میدونم حد و مرزی نداره. یه جورایی پاگانلند تو جستجوی ایرانه و بازسازی و بازخوانی اون از دل فرهنگ‌ها و زبان‌های دیگه است. چون ما هر جا که میریم یه گوشه و نشانی از ایران رو پیدا میکنیم و اون رو توی موسیقی و نمایش بازسازیش میکنیم و شاید بتونم بگم یکی از شیرین ترین و رنگارنگ ترین پروژه های ماست.
خب من درام یکی از سازهای مورد علاقمه. تو اشک آتش یا تیرز آف فایر بند فیونرال دوم درام رو شروع کردم. خب بعد درامر دیگه‌ای به ما ملحق شد و من رو پیانو ارکستر رفتم تو اون پروژه، ولی درام رو ادامه دادم و همچنان دارم تمرین میکنم و دوباره از نو دارم یادش میگیرم و توی پاگانلند دارم کار میکنم که برسونم به جایی که تو ذهنم میشنومش. از دل این جستارهایی که در مورد ایران داریم، اشتراک‌های زبانی فرهنگی باور نکردنی ما تو سراسر دنیا پیدا میکنیم و بر اساس این اشتراکات ما مرچ خودمون رو طراحی تولید میکنیم. از 0 تا 100 تولید مرچ بندها با من و ماگوسه تو کارگاهمون، از طراحی نقش تا چاپ ابریشم روی پارچه. و این به جایی رسید که انقدر طراح زیاد شده که ما هر گیگی میرفتیم مرچ که میشینیم 3 تا میز پر میشه. واسه همینم برند مگی توکن رو بنا گذاشتیم که مغازه آنلاین داره، توی یه سری فستیوالای بلک متال هم غرفه داره و تمرکز اصلی مگی توکن جمع‌آوری نمادهای باستانی، به خصوص سواستیکای باستانی که به هر منطقه‌ای که رفته شکل و فرم اون فرهنگ رو به خودش گرفته. نماد باد، آب، خاک، آتش، فراز، فرود، باختر، خاور. در مورد این نماد ساده میشه واقعا کتاب نوشت. خب وسط آلمان تحقیق روی نماد سواستیکا و ارائه اونم که خیلی چالش برانگیزه، که البته کلا تمرین خوبیه. من وقتی اومدم آلمان یه ترک 33 دقیقه‌ای توی MP3 پلیر من بود و اونم اپوس دارکسترا بود و توی چند سال اولی که تنها یه جای دور افتاده تو آلمان زندگی میکردم این ترک رو لوپ بود، حتی شبا، برای اینکه صدای اطراف آزارم نده. من صبح با صدای جیغای تانیا، این وکالیست اول دارکسترا، از خواب بیدار می شدم و قدرت صداش واقعا به من نیرو میداد که از تخت بیام پایین و اصلا زندگی کنم. خیلی جالبه که اول آپریل امسال من این قطعه رو برای آلبوم جدید دارکسترا که یه ویرایش جدیدیه از کارهای قدیمیشون برای سالگرد 25 سالگی بند قرار منتشر بشه ضبط کردم. و خب من اینا رو که داشتم آماده می‌کردم و موقع ضبط پشت میکروفون فریاد که می‌زدم واقعا پرواز می‌کردم. مثلا حسش رو واقعا نمیتونم بیان کنم. زمان و مکانم رفته بود تو هم و اشک می‌ریختم. اشک یک چیز شادی با غم و رهایی و آزادی. برای ما 2018-19 بود با نشمه توی لایپزیگ آلمان اجرا داشتیم با دارکسترا و یک بند فولک بلک متال از روسیه که اسمش یادم نیست، ما با نشمه میزدیم و اونجا اسپت فرمر دارکسترا من و ماگوس رو دعوت کرد برای همکاری با بند. اسپت خب فن نشمه و پیگنلنده، خیلی به ما گفت که سبک وکالا و موسیقی فولکلور شما خیلی با دارکسترا میخوره و ما هم استقبال کردیم. ماگوس سازای آنتیک که تو کلکشنش داره رو برای ضبط آلبوم و همینطور اجراهای زنده استفاده میکنه و منم وکال هستم و پرکاشن کار میکنم و من تلاشم این بوده که موسیقی فولکلور ایرانی خودمون رو توی کارهای یه جوری ببافم و از ترانه‌های ایرانی یه جور ترانه بگم بر اساس اون فضای شمنیک که داره. شمنیک همون فضاهایی که خیلی ربط داره به طبیعت و خیلی تو فولکلور خودمون هم زیاد داریم. ما سعی کردم اونا رو بیارم. بند المان‌های شمنی و نومدیک داره که ریشه عمیقی تو تاریخ ایران داره. بند خودش رو تورانی مینامه که توران گفتم یکی از سرزمین‌های ایران شهری بوده و هیچ ربطی به ترک ها نداره. تورانی‌ها لایه‌های مردمی پیچیده‌ای دارن ولی اصلی ترین اونا مردمان سکا یا سکان یا سگان یا اسکیتیان ها هستن که بخش زیادیشون به اروپا مهاجرت کردن و وایکینگا و فرهنگ نوردیک رو تشکیل میدن که البته اونا هم اصلا دوست ندارن که به این اشاره بکنن. خب ما خیلی همکاری زیادی داریم، میبینیم بندا رو از نزدیک باشون صحبت میکنیم و هیچ علاقه ندارم، ولی تو وقتی تاریخ و ریشه زبان و فرهنگ رو مطالعه میکنی فراتر از جنگ‌های فرهنگی با افتخار اشتراک‌های فرهنگی رو نشون میدی و بعدش هم سربلند و با شجاعت میتونی بیستی و راجبشون صحبت کنی. من و ماگوس سایت پروژه‌های زیادی داریم. یکی از سایت پروژه‌ای که امسال با یکی از بچه‌ها برای من کلید خورده مجموعه داستانایی برای کودکان بر پایه شخصیت‌های اسطوره‌ای و فولکلور ایرانی، یا بهتر بگم ایران شهری. حالا چون این شخصیت‌ها از روسیه و چین وجود دارن تا تبرستان و مودرا و مصر و اروپا و خب جالبه که بچه‌ها و بزرگترها این شخصیت‌ها رو خارجی میدونن چون اصلا کسی ریشه یابی نکرده و هیچ ایده‌ای ندارن آدما که اینا همه از فرهنگ و زبان خودشون برخواسته. خب من توی تحقیقاتی که برای این پروژه دارم میکنم بعضی وقتا شوکه میشم از چیزهایی که پیدا میکنم، از ریشه زبانها، از ریشه اون قهرمانایی که همه ما به اسم چه میدونم اروپایی میشناختیم یا روسی میشناختیم
و اهمیتش اینه که تو وقتی که یه همچین قهرمانی رو وقتی میگی یا به یه بچه ایرانی میگی این از خانواده توئه، تو داری در واقع قدرت رو تو اون بچه میکاری. این خیلی مهمه. خب من همیشه دانش زبانشناسی برام خیلی جذاب و شیرین بوده و زبان مثل موسیقیه. تو تاریخ داستانی رو میتونی تحریف کنی و از خودت در کنی، ولی تاریخی که تو دل زبان و موسیقی وجود داره قرصه و حقیقت‌های فرهنگی زیادی رو فاش میکنه که خب سیاست‌های ایران ستیز میان مردمی یا بین‌المللی سعی کرده اون رو خیلی سیستماتیک از ایرانی‌ها پنهان بکنه. خب دندمونم نرم، این وظیفه ماست که از دل سنگم شده که بریم اونا رو پیدا بکنیم. به هر حال اینا داستانه موزیکالی هستن که قصه هاشو من مینویسم، روایت میکنم و کسی که باش کار میکنم طراحی صدا و موسیقیشو انجام میده و در واقع یه روایت مدرنی از فولکلور ایران شهری که زبان و مفاهیم توش خیلی نقش پررنگی دارن. یه جور شاهنامه برای کودکانه. اسمش مخوره. آخر ماه می هم اپیزود اولش توی یوتیوب منتشر میشه. اسلام یه ایدئولوژی فاشیستیه که دیگه اینو بیشتریامون میدونیم. حقیقت تاریخیه که اسلام طراحی شده برای نابودی ایران شهر و نسل‌کشی ایرانی و ایران شهری. و خب زمان کمی هم نیست که مثل علف هرز دور ما پیچیده و در حال خفه کردنمونه و یه جورایی سمش چه بخوایم چه نخوایم همه ذهن و زبان و بدن و فرهنگ و زندگی و حتی مرگمون رو آلوده کرده. رک بگم ما هممون مریضیم، بیماریم، ترسویم، بیماوریم. اصلا ما یک بار اینو باید قبول کنیم. یعنی قبول کردن این خودش یک چپتریه. تا وقتی قبول نکنیم هیچ وقت اصلا نمیتونیم اون درد بی‌درمونمون رو حل کنیم یا درمانش بکنیم. و شما تا وقتی که تو ایران زندگی میکنی رنج میبری ولی نمیفهمی دردت چیه. وقتی از ایران میای بیرون توی محیط سالم که قرار میگیری تازه میبینی انسان سالم یعنی چی؟ تربیت سالم، ذهن و زبان سالم. و من اولین بار که این حقیقت رو دیدم واقعا شوکه بودم. من پیش خودم فکر میکردم این همه سالی که رفته رو من چجوری باید جبران کنم. تو یه بار حرف زدن یه ایرانی رو به انگلیسی ترجمه کن، پشمات میریزه. آخه چرا خدا؟ و اصلا این باور بی انگار و بی عمل تو گفتار ما از کجا میاد؟ یعنی چی که هرچی خدا بخواد؟ اگه یه کاری هم میکنیم که حالا درسته بعدش هم دست خدا درد نکنه. بعد تازه خودمون میشینیم خودمون رو با اروپایی‌ها مقایسه میکنیم. آقا ما مریضیم، اسلام ما رو پاره کرده، ما آبرو کشور نداریم، مثلا ما سربلند نیستیم. اینجا سربلندی مردمی رو میگم ما که با سربلندی فردی فرق میکنه. خب موسیقی ما باید فرق کنه با موسیقی نروژی. سرنوشت تاریخ ما هیچ ربطی به یک سوئدی نداره. چرا موسیقی من باید برابری کنه با موسیقی اون؟ که بگیم ما میتونیم بگیم ببینید ما هم آدمیم، ما رو تو خودتون راه بدین. پس حرف تو کو، نقش تو کو، وجود تو کو؟ یعنی تو اصلا وجود نداری که حرف بزنی، فقط داری تکرار میکنی و فقط داری الگوی یک نفری رو تکرار میکنی که اصلا اون از درد تو نیومده، اون از تاریخ تو نیومده، از داستان تو بیرون نیومده. خب این ناتوانی و خودکمبینی همون زهریه که اسلام به ما خورونده. من زمانی که با ماگوس آشنا شدم واقعا از درد این زهر به خودم میپیچیدم و انگار یه خاری تو بدنم بود. ماگوس اون خار رو کشید بیرون و من تازه اونجا اون خاره همون عدم آگاهی من بود. یعنی من اونجا دیدم، یک لحظه دیدم واقعا. و خب میگم مهم اینه که اول ببینی، اگه نبینی هیچ وقت نمیتونی اون درد رو شفا بدی. مثل اینه که تو همش سردرد داری برای قرص بخوری، بعد یه جایی میبینی مثلا تو سردرد داری، یک عمر مثلا داری بالشت مثلا کوتاهه، خب بالش رو تو عوض میکنی دیگه سر درد نمیگیره. خب داستان اسلام هم اینه، تو باید قبول کنی که این تو رو پاره کرده و اینه درد بی درمون تو و اونجا تازه شروع کنی. و من فکر کنم تا آخر عمرم من فقط باید خودم رو از
این خار زهرآلودی که از بعد پاکسازی بکنم. اصلا شایدم بتونم یک روزی این پلاگین ویروسی اسلام رو خودم آنینستال کنم. خب من تو این جریان این پاکسازی چند سال پیش رحم خودم رو درآوردم، چون به نظرم زنی که خودش سالم نیست و زهرآلوده چطور میتونه یه انسان آزاده رو خلق بکنه. و من درسته که از یه خانواده غیر مذهبی هستم، ولی من توی یک جامعه مذهبی و زیر دیکتاتورشیپ یک حکومت اسلامی بزرگ شدم. پس من یک آدم مسمومم و تا زمانی که من خودم رو شفا ندادم، من اجازه ندارم یک انسان دیگه رو خلق بکنم که اونو دوچار بکنم به همون سمی که هست. اون موقع و شاید از همون ایران مأموریت من هیچ چیزی نیست غیر از این پاکسازی و آزادی و موسیقی بلک متال. هر کاری که من تو زندگیم انجام میدم که من واقعا علاقه دارم به کارهای اکستریم، ولی اونا رو به عنوان یک ابزار استفاده میکنم برای اینکه هدف من اینه که خودم رو از این زهر پاک بکنم و گفتم به لحظات آزادی برسم، اونم نه اینکه تمام زندگیم آزاد باشم. من اگه کسی رو به دنیا نیارم هیچ اتفاقی نمیفته، ولی اگه خودم رو پرورش بدم و آزاد بشم دنیا زیر و زبر میشه. این نظر منه. به دنیا آوردن بچه‌م واقعا هیچ هنر خاصی نداره، هیچ هنر خاصی هم نیست، هیچ دشواری هم نداره. اینکه تو دوباره زاده بشی از خاکستر، این چیزیه که اگه مردی یا زنی انجامش بده. ببین من اگه فردا زندگیم تموم بشه و بمیرم، آب از آب دنیا تکون نمیخوره. زندگی نمیسته، زندگی فقط داره به جلو میره. برای هیچ کس مهم نیست که تو کی هستی، چی کار میکنی، به کجا میری. اصلا who cares؟ اصلا دنیا یه بازی بزرگه که هر کسی یه گوشه داره با یه چیزی ور میره که به زندگیش معنا بده. چون اصلا زندگی در بطن خودش هیچ معنایی نداره جز این که به جلو حرکت کنه و از مرگ دوباره زندگی بسازه. اصلا زندگی از تو رد میشه هر جا که باشی. تنها چیزی که تو زندگی واقعی خودتی و تصویری که از خودت داری و اینکه چجوری هر روز یه قدم به اون تصویر نزدیکتر بشی تا در نهایت این پازل رو کامل کنی. من میخوام خودم رو مصرف کنم. ببین من هیچ چیزی ندارم که صرفه جویی کنم، بگم حالا یک عمر زندگی کنم، سالم زندگی کنم، نمیدونم یک عمر طولانی داشته باشم. نه، من میخوام خودم رو مصرف کنم. اگه یک جای ایده‌ای دارم اون ایده رو افراطی انجام بدم، چون فقط اون راهشه که اون ایده انجام بشه. با بخور و بخواب اتفاق نمیفته. من میخوام خودم رو تموم کنم، چون داستان زندگیمو میخوام کامل کنم. فرقی نمیکنه چه کوتاه چه بلند، مهم اینه که تموم بشه. و هر ثانیه‌ای که بشینم و به بیرون نگاه کنم این فرصت رو از خودم گرفتم که وجود داشته باشم. من از آدم آزادگی یاد میگیرم و شجاعت. و بقیه‌اش به من ربطی نداره. برای رسیدن به آزادی اصلا بد و خوبی وجود نداره، فقط قدرت وجود داره. قدرت فردی که به مرور به دستش میاری و باید واقعا براش کار کنی و درد بکشی و رنجشو ببری. این حرف منه به بچه‌ای که گوش میدن. از ماتریکس و دنیای بقیه بکشین بیرون. زندگی شما اونجا اتفاق نمیفته. زندگی دیگران یه آینه است و بس، یه تصویر خیالیه. باید فقط کار کرد، کار قوی، کار بدون وقفه تا جایی که تموم بشید. اونجاست که حتی مرگم به سراغ شما نمیاد، چون اصلا شما اونجاست که خودتون مرگ رو انتخاب میکنید.